درود بر همراهان عزیز و محترم. اینجا یک آرامستان هست. من میرم داخل و خیلی جای جالبیه از نظر چمنکاری، درخت‌های خیلی کهن داره و به نمایش بگذارم و شما رو دعوت میکنم که نگاه کنین از طریق تصویر و من یاری کنین. لاک یادتون نره، قلب بذارین. متشکرم. شما رو دعوت میکنم بریم داخل نگاه کنیم. دو تا در داره. یک در از اینجا داره، یک درم تقریبا 500-600 متر بالاتر داره. اینا البته قبرستون قدیم میشه. خیلی واقعا جذابه، یعنی نه اینکه جذابه که قبرستون جذابه، جذابیت از نظر این خود سبزنای قبرستون و این داله درخت هایی که اینجا هست واقعا شگفت انگیزه و خیلی جالب. این زمین بغلش هم زمین گلفه. گلف بازی میکنن اینجا. خیلی زمین بزرگه و جالبه. این درخت ها رو واقعا نگاه کنید. سنگ نوشته ها دور تا دورش همینجور سنگ نوشته که اینم که چیز ننوشته جاقب دارن ولی دفن نشدن. اینا همه سنگ نوشته هایی که اینجا مردمانش دفن شدن و براشون تاریخ گذاشتن 2022 2024. اینا چینی ها.
اینجا وارد قبرستون جدیدش میشیم که اینجا هم سنگ نوشته داره، همونطوری خیلی جالب و دیدنیه واقعا. اینجا خالی، هنوز زیاد پر نشده که، ولی خب میریم تا آخرش برمیگردیم. یعنی واقعا بگم قبرستون اینا هم بهشته، اغراق نکردن یعنی واقعا. هزار و 1948 تولدشه. اینجا فکر میکنم که کسی میخوان دفن کنن یا دفن کردن. هلو. این در دیگه شه که از اینجا وارد میشه، این بقیه همش خالیه. این جلو هم همون مرده ها رو میشورن، تزیین میکنن، اینجایه. ساختمونشه. این هم همونجور ردیفی دفن کردن. اینجا هم که باز شکل باغچه‌ایه. اینجا هم فکر میکنم کسی رو میخواد دفن کنن یا کردن. یک ذره آشغال، یک ذره چیزی ریخته نیست اینجا. خیلی اهمیت میدن به جایی که زندگی میکنن، به جایی که رفت آمد دارن. اینجا هم یکی دیگه مثل که دفن کردن که هنوز سنگ منگی نگذاشتن. خب ما دور زدیم، برگشتیم، از این درم خارج میشیم که دیگه زیاد طولانی میشه.
اینجا که عرض کردم که قسمت اداریشه که کاری اداری متوفا رو انجام میدن و تمام. ممنون از این که من دنبال میکنین، نگاه کردین و سپاسگزاری میکنم. قلب بذارین که من خوشحال بشم. ممنون، متشکرم. الان ساعت 2:30 بعد از ظهر سه شنبه است. شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. خداوند نگهدارتون باشه. ممنون.